برای ما شهروندان جمهوری تاجیکستان روزی امتحان است، زیرا وقتی آن رسیده است که ما وطن خود را حمایت نماییم. و جوانان عزیز مراجعت کرده گفتنیم که وطن دوست باید باشید. امروز از خدمت سرکشی نکنید، برای وطن خدمت کنید. خدمت کردن به صف قوای مسلح و خدمت حمایت وطن شرف بزرگ برای مردان جسور و شجاع وطن است. امروز ما افتخار داریم که ما چنین تاجیکستان عزیز داریم و برای پیشوای ملت خدمت صادقانه میکنیم. که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده ای وطن منو توی